اونجا شما رو به پیر و پیغمبر تبلیغات میرید. 1000 بار من اینو گفتم، یکی بود یکی نبود، ما خونده این کارو میکنیم. زیر گنبد کبود یه امام حسینی بود، نامردا زدن و کشتن و بچه‌شون رو اسیر کردن. خب چیکارش کنیم حالا؟ این امام حسینی که مال 3400 سال قبله چه به درد من و شما میخورد؟ مظلوم نمایی یکی از اساسی ترین کاره برای اینکه تبلیغات کنیم. سایت نوسازی یه چیزی نوشته بود که آقای سید حسن، اون ماشینایی که سوار میشی، لوپات که گل انداخته، چه علم شنگه ای آقا، تمام رسانه های داخلی و خارجی که به بیت امام، به نوه امام توهین شده است، همه اون اومدن وسط، تا جایی که اون آقا خدا رحمتش کنه سکته کرده از غصه. چطور شد؟ گفته خود امام رو باید تو موزه ها یافت، سکته نکردن، نوه امام رو اگر گفتن لپت گل انداخته سکته میکنن. 1 ماه قبل آقای مهاجرانی اشاره کرد به دستور امام در کشتن منافقین تو بعد از عملیات مرصاد. منافقینی که تو زندان بودن و همکار اونا بودن، امام دستور داد همه رو اعدام کنید. تعبیر آقای مهاجرانی این است که امام یک جوانکشی کم نظیر رو انداخته. امام یک جوانکش کم نظیر است. 1 بار صدای آقای موسوی کبوی در اومد، یار امام. چطور شد؟ مؤسسه این نشر آثار امام 1 بار یه تذکر داده؟ یعنی چی اصلا امام؟ یعنی چی؟ امام ابزار است. من حالا براتون خواهم گفت. من همه جا این سوال برای مردم عادی میگم. من برای مردم عادی میگم شما که میگی طرفدار امامی، 1 سال ما جواب بدید. عاشق هیکل امامید یا عاشق اندیشه امام؟ 2 فصل که بیشتر نداره. اگه عاشق هیکل امامید، عاشقان هیکلی سر 4 روز زیادن. اگه عاشق اندیشه امامید، برترین اندیشه امام ولایت فقیه است. امام میفرماد کسی اگر بگوید ولایت فقیه یه مقام تشریفاتیه، حکمش چیه گفتی؟ ارتداد است. عجب. اگه به لوازم حرفش توجه بشه مرتد است، زنش برش حرام است و باید اعدامش کرد.